حاجی هاشم از ایران. خواستم بگم گناه ما چیه؟ ما باید چی کار کنیم؟ ما که هیچی نمیدارن بهمون، نه قرآن داریم، هیچی. قرآن تقلبی برمون دارن. گناه ما چیه؟ تشکر. برادر عزیز، امروز من این یقین رو دارم که هیچ انسانی در هیچ گوشه دنیایی نمیتونه بگه که گناه من چیه، ما چی کار بکنیم، تقصیر ما چیه. یعنی در این زمانه حجت بر همه تمام شده، هیچ کس نمیتونه که عذر و بهانه‌ای بیاره. امروز اگر که ماهواره میخواید، یکی نه، دو تا نه، سه تا نه، 4 تا شبکه توحیدی است الحمدلله به زبان فارسی حقیقت رو برای شما بیان میکنه. سایت میخواید، 10 ها بلکه 100 ها سایت وجود داره که اسلام حقیقی رو برای شما عزیزان بیان میکنه. یکیش همین سایت عقیده است. احمد جان اگر بتونن این سایت رو نشون بدن. این سایت عقیده است، یکی از سایت های بزرگ اهل سنت که جناب شیخ اسحاق دبیری رحمت الله علیه این سایت رو تأسیس کردن و این افتخار رو داشتم که در تأسیس و مدیریت این سایت با ایشون همکاری بکنم. در این سایت شما هر چه بخواید، موضوعات، چیزی که دوست داشته باشید، اینجا توجه کنید. قرآن میخواید، متن قرآن میخواید، واژه‌نامه میخواید، ترجمه معانی قرآن میخواید، علوم قرآن، قرائت و تجوید، شأن نزول میخواید، قصص، اعجاز، مباحث قرآنی، تدبر در قرآن، تفسیر میخواید، تاریخ تفسیر و قرآن میخواید، یعنی هر کتابی که بخواید هست. حدیث میخواید، چی میخواید در حدیث، هر چی که دوست داشته باشید. فقه میخواید، فقه حنفی، شافعی، فتاوا عام، هر چی که میخواید، مسائل فقهی، عقاید، ادیان و مذاهب، اسلام و زن، فرق و مذاهب اسلامی، اخلاق، مسائل فردی، خانوادگی، اجتماعی، حکمت‌ها، بدعت، گناه، هر چی که شما بخواید. تاریخ اسلام، سیره نبوی، مثلا در سیره برید، چقدر کتابی که شما در مورد سیرت میخواید در اینجا هست. یعنی از هر نویسنده‌ای که تصورشو داشته باشید کتاباشون در اینجا هست. الگوی هدایت از سلابی که به نظر من بهترین کتاب در سیرت است. کتاب های مختلف در اینجا، همه اینها حتی برای کودکان، زندگی نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم برای کودکان و نوجوانان. پیامبرت را بشناس، همگام با نبی رحمت از ایوب گنجی، هجرت پیامبر، مغازی، یعنی هر چی که شما بخواید در هر بخشی که بخواید در این سایت برای شما وجود داره. امروز ما در عصر زندگی میکنیم که در عصر تکنولوژی، در عصر فضا، در عصر که دنیا تبدیل شده به یک روستا. شما الان در هر گوشه دنیا که باشید با عزیزانتون میتونید در هزاران کیلومتر دور به مجرد اینکه یک شماره ای رو بزنید در ظرف چند ثانیه میتونید باهاشون صحبت بکنید. قبلا با صدا بود، الان که با صدا و تصویر است، انگار که در بین شما هستن ولو اینکه از شما هزاران کیلومتر دور باشن. پس امروز کسی نمیتونه بگه که من چی کار بکنم، نمیذارن، نمیتونم. کسانی که در مکه ایمان آوردن، در خانه ارقم ابن ابی ارقم، یعنی
با چه مشکلاتی، با چه سختی هایی فرار میکردن از دست مشرکین، پنهانی نیمه های شب میرفتن در اونجا تا 2 آیه قرآن رو یاد بگیرن. اونم مگه مصحف به این شکل بود؟ اینجوری بود مصاحف؟ نه، 4 آیه قرآن رو روی پوست بزی، روی تخت سنگی، روی استخوانی چیزی می نوشتن. از بین 100 نفر 1 نفر بلد بود بنویسه بخونه، بقیه می نشستن گوش می دادن یاد می گرفتن. الان شما فقط 1 ایمیل برای ما بفرستید، احمد جان الان زیرنویس میکنه، در ظرف 24 ساعت هر کتابی رو در هر موضوعی که بخواید عزیزان اون براتون کتاب آماده به زبان فارسی براتون رو ایمیلتون میفرستن. حالا کسی دیگه میتونه بگه که والا من نمیدونستم، من چیکار بکنم؟ نه، شما در مورد امامت کتاب میخواید، ایمیل بفرستید، ظرف 24 ساعت کتاب رو ایمیل شما خواهد بود. قرآن میخواید با ترجمه فارسی، در ظرف 24 ساعت انشاءالله برای شما فرستاده خواهد شد. بخاری میخواید، مسلم میخواید، سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواید، زندگی نامه حضرت علی رو میخواید، از ابوبکر و عمر و عثمان و غیر صحابه رو میخواید، فضایل اهل بیت رو میخواید، هر چی رو که بخواید فقط 1 ایمیل بفرستید، ظرف 24 ساعت برای شما دوستان میفرستن. بعد از اون میتونید بگید که نه خدای ما نمیدونستیم. اتمام حجت شده به همه انسان ها. امروز کسی که بگه من نمیدانم، این انسان معذور نیست در نزد الله سبحانه و تعالی. رادیو هست، ماهواره هست، اینترنت هست، کتاب هست، همه این وسایل رو نداشته باشید. میتونید برید تهران در نشر احسان، بزرگترین دارالنشر اهل سنت، با اطمینان کامل هر کتابی رو در هر موضوعی که دوست دارید از اونجا بگیرید. در بقیه شهرها، در جنوب، در کردستان، در بلوچستان، در خراسان، در تهران، همین سایت کتابخونه عقیده رو شما سیدیاشو میتونید از کتاب فروشی ها در تهران پنهانی میفروشن، دارن، میتونید پیدا بکنید. در داخل یک فلش که کار دوستان عزیزمون هست در شبکه وصال، ما کل کتاب‌های سایت عقیده و بیش از 1300 تا کلیپ از کلیپ‌های شبکه رو انداختیم و توزیع شده در بین مردم. میتونید اینا رو به دست بیارید. پس عذر کسی در این زمانه پذیرفته نمیشه برادر عزیز و بزرگوار.